بینندگان و شنوندگان عزیز سلام. من میزبان صحبت امروزه اسکندر خواجه میرزاده هستم و مهمانان ما محمد علی حید، معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در شهر دوشنبه و همچنان مهمان دیگری ما استاد سیفالله سفرов، معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان. خوش آمدید مهمانان عزیز. تشکر. موضوع صحبت امروزه، موضوع بحث امروزه ما فشار بالای حزب‌های سیاسی در دوره انتخابات پارلمانت، انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان است. طرز کارشناسان میگویند مثال‌های زیادی هست که در سال‌های انتخابات کوشش‌های ثبت نام حزب‌ها عادتاً با ناکامی می‌انجامند. مثال آورده می‌شود که سال 1999 سابق کاتب حزب کمونیست تاجیکستان حکمت الله نصرالدینов کوشش کرد، ناکام شد. همین گونه سابق منصبدار تاجیک سلطان قوتов هم در سالهای 2000 یک بار کوشش کرد و یک بار هم نه چند دفعه کوشش کرد و ناکام شد. و مثال تازه حزب تاجیکستان نو است که به همین تازگی کوششی ثبت نام دارد و تا جای میبینیم احتمال زیاد است که ناکام شود. و قبل از آن که صحبت رو شروع کنم، محمد علی حید میخواستم شما یک دو سخن درباره وضع سلامتی خود میزدید، چون که فکر میکنم شنوندگان و بینندگان ما میخواستند دانند که وضع سلامتی شما چگونه است بعد از آن حمله‌ای که بر ضد شما بالای شما صورت گرفته بود یک ماه پیش و خیلی با وضع جدی به بیمارستان انتقال یافته بودید. درود و سلام های بی پایان به همه شنونده ها و مخلصان رادیوی آزادی. طوری که شما اشاره فرمودید، قریب مدت یک ماه قبل بالای بنده حادثه به عمل آمد، مورد لطوکوب شدید قرار گرفتم و در این میان از برادران و خواهران نهضتی و غیر نهضتی، روشنفکران، زیاییان، روزنامه‌نگاران، خب و آنهایی که حتی ضد حزب نهضت بودند به عیادت بنده آمدند و من با استفاده از فرصت از همه ایشان اظهار تشکر میکنم، اظهار قدردانی میکنم. فعلا وضع سلامتی بنده خوب شده است. من با کار شروع کردم در حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و امروزم که دعوت از طرف شما انجام یافت، دعوت را پذیرفتم و الحال با شما صحبت دارم. خوش آمدید. خب تشکر. رواریم به موضوع اساسی، فشار بالای حزب‌های سیاسی در دوره انتخابات. در همین اواخر در صحنه سیاسی تاجیکستان حزب با نام تاجیکستان نو ظهور نمود، ولی با عرض وجود نمودن این گروه سیاسی تشبثکار، البته حالا ثبت نام هم نشده است، آشکار شد که نهادهای دولتی هم با این حزب مشکلی دارند. 4 سال این جانب اداره مبارزه با فساد این اداره را تفتیش داشته است. همچنان حیات شخصی رهبر این حزب زیدالله سعیدov مورد تفتیش اداره دادستانی بوده است و او را با سرزنی متهم می کنند. آیا همین گونه تفتیشات عجیب نمی نماید که آن هم بعد از آن ظهور نموده است که حزب کوششی ثبت نام کرده است؟ میخواستم ابتدا به این سوال جناب سیفالله سفرov جواب دهند. من چنین اولا سلام با دوستان و شنوندگان رادیوی آزادی. من چنین اندیشه دارم که خودتان گفتید که تفتیش کارهای رئیس حزبی که باید از قید گذرد یا که ثبت نام شود پیشتر سر شده بود. یعنی از سخن شما برمی آید که در اینجا هیچ گونه فشار برای حزب نیست، بلکه اینجا دیگر مسئله هایی هستند که آنها به واسطه و فعالیت شخصی همین شخصان علاقه‌مند است. شما در این باره چی میگویید جناب حید؟ طوری هم شما فرمودید، خب تاجیکستان نو گروه تشبثکاری آن مدت یک ماه است که به خاطر سازمان دادن خب یک انجمن، تشکیل انجمن کار و پیکار دارد و از خود اعلام هم کرد که در انتخابات قریب الوقوع پرزیدنتی شرکت نخواهند کرد. هدف ایشان شرکت در انتخابات پارلمانتی سال 2015 است، ولی صرف نظر از این با فشار مقامات دخلدار هم انتظامی و هم اجرایی مرکزی و محلی بالای این گروه فشار زیاد وارد شده است و الحال خوب تفتیش قضیه ادامه دارد و حتی آنها میخواستند جلسه گروه تدارکات آن را در
بینای اتفاق کسبه هم دایر کنند اون بنا را بستند و امروز اکثر افرادی که به این گروه ربط دارند مورد تعقیب فشار قرار دارند و احتمال دارد که مسئله برادر زیدالله سعید و دیگر برادرانی که در این گروه هستند خب زیر فشار خب قرار داده شوند این گروه، ولی اکثر برادران این گروه مصممند که تا آخر بروند و قاطع هستند در اون هدفی که اعلام داشتند. جناب حید، البته حزب نهضت اسلامی هم شکایت زیاد دارد از فشار. گفته میشد ماه گذشته میگفتند که مهمانانش را به انجمنی با تنتنه راه ندادند، انجمنی که به 40 سالگی حزب بخشیده شده بود. بعد در عین زمان مهمانان داخلی بدون کدام مشکلی به این انجمن حاضر شدند. در تمام نشست‌های بین المللی تاجیکستان با افتخار میگوید که یگانه جمهوری سابق شوروی است که در آن حزب نهضت اسلامی، حزبی که بر اساس دین پایه‌گذاری شده است، اجازه شرکت دارد. یعنی به هر حال در مقایسه با بعضی کشورهای دیگر وضع تاجیکستان بهتر نیست. وضع شما هم حزب شما هم آزاد است، حرکت میکند، نماینده شما در پارلمانت جمهوری حضور دارد. درست است که ما بر اثر مبارزه هایی که داشتیم برای فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، خب ما اجازه فعالیت گرفتیم پس از امضای سازشنامه صلحی که سال 1997 به وقوع پیوست و بخصوص در مورد فشارهایی که شما عرض داشتید پس از انجام انتخابات پارلمانتی سال 2010 فشارها بالای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان خیلی هم زیاد شدند و به خصوص همه یاد دارند پروتکل رقم 3220 از 24 نوامبر سال 2011 را که از طرف رئیس جمهور امام علی رحمان به امضا رسیده است و موافق بندهای علاهده این پروتکل که بیشتر برای فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نگرانیده شده بود، مدت بیش از 1.5 سال حزب در زیر فشار و تعقیب مقامات انتظامی، مقامات حاکمیت اجرایی محل و حتی امام خطیب‌های مسجدهای جامع و 5 وقته قرار دارد. و در جلسه در جشن 40 سالگرد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که حزب بیش از 200 نفر مهمان خارجی را دعوت کرده بودند، از طرف وزارت امور خارجه کشور به همه کنسولگری ها، سفارت ها دستور شد که تا اول ماه می سال جاری به هیچ نفر روادید ندهند. جناب محمد علی، من معذرت میخوام، بازم یک بار دیگر من گفتم که ولی مهمانان داخلی، اعضای این حزب، مهمانانی که طرفداران این حزب هستند، هواداران این حزب، آنها بدون مشکلی در پایتخت تاجیکستان بودند. انجمن با یک افتخار و با یک تنتنه خاص برپا شد. به هر حال درست است که جشن 40 سالگرد با طور خوب راه اندازی شد، با طور خوب هم انجام یافت و مهمانای زیادی که دعوت شده بودن آمدن. بجز مهمانای حکومتی ما که آر کردن از آمدن، بجز وکیل مجلس نمایندگان سهراب شریفوف که در اونجا شرکت داشت و صحبت هم کرد و بعد از صحبت درباره سهراب شریفوف اگنتی خبر مقاله‌های زیاد چاپ کرد و انتقاد جدی هم از ایشان گرفتند. میخوام از سیف الله سفروف پرسم که شما در این باره چی میگویید؟ آیا شما موافق هستید با جناب محمد علی حید در این مسئله؟ البته با بسیاری از سوال‌هایی که آقای محمد علی خودشان گذاشتند و شما هم گذاشتید جواب در خود همون فکر و اندیشه ها بود. یعنی که حکومت تاجیکستان سر آنها فشار معین نآورده است، برعکس کارمندان وزارت کارهای داخلی امنیت آنها را تامین کردند و مینه‌داری آنها را من در روزنامه ها خواندم. بنابر همین در اینجا من با محمد علی بحث نمیکنم، چون که در اصل فشار نبود و خودی حاضر هم فشار نیست، چون که حزب نهضت اسلام اداره کشاد دارد و مردم میتوانند آنجا بیایند با حزب همکاری کنند. روزنامه نجات تا امروز هم برآمده است و هر هفته میبرد و در اونجا انتقاد سر حکومت خیلی تیزتون و شدید است، ولی هیچ کسی با اونها نمیگوید که همین کارو نکنید و غیره و کذا. برای همین فقط در یک مسئله ما خوشحال نیستیم که گفتند که حزب نهضت اسلام 40 ساله شده است و پیر شده است. خیلی پیر شده باشند
ما البته از این پیری آنها خوشحال نیستیم چون پیر شده کم قوت میشه. 40 سالگی اگر اجازه فرمایید 40 سالگی یک روزنامه نوشته بود 40 ساله شدن و پیر شدن. حالا 40 سالگی عین اوج کمالات یک حزب سیاسی است. اینکه حکومتی‌های ما بخصوص از وزارت عدلیه قبل از برگزاری جشن 40 سالگرد با ما برنامه مراجعت کردند و گفتند که حزب شما سال 1991 در تاجیکستان ثبت نام شده است و از آن روز به بعد تاریخ حزبتان را جشن گیرید، چون گفتن موافق قانون درباره حزب‌های سیاسی شما نه از لحاظ تاریخی و نه از دیدگاه قانونی دیگر جشن 40 سالگی را باید برپا نسازید. ما یک چنین نامه را از وزارت عدلیه گرفتیم و ایشان هم با بنده آنها جواب دادم. بنده با آنها جواب دادم که ببینید ما اگر گذشته را خط زنیم پس شما چرا 1100 سالگی اسماعیل سامانی، جشن 2700 سالگی کولاب، خب تاریخ حزب کمونیست و دیگر حزب‌ها را جشن میگیرید و برای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که 1973 تأسیس یافته است و سرچشمه‌های زیاد بخصوص از کارمندان وزارت امنیت کگب سابق شوروی خب ترسیم شدن یا که نوشته شدن آنها را قبول ندارید. بنابراین هدف اساسی حکومت و مقامات انتظامی حکومت در این بود که 40 سالگی ما را قبول نداشتند و نمیخواستند که یک چنین جشن با شکوه برگزار شود. مهم این است که جشن گذشت در کاخ بود یا بیرون از کاخ فکر نکنم زیاد اهمیت داشته باشد. اینجا اشتراک نکردن کارمندان حکومتی از اون است که اصلا 40 سالگی حزب اعتراف نمیکنند، چون که قانونگذارها گفتند که از روز ثبت نام حساب کنید. مادامی که قانون دانها و وزارت عدلیه از روی عدالت خودشان از روی عدالت قانونیشان روز ثبت کار میکنن، پس شاید به همه دستور داده شد که یک چیزی غیر قانونی است و از این سبب اشتراک نکنید. لیکن به هر حال به ما یگان چی نبود، برای من دعوتنامه گفتن اومد است لیکن به دستم نرسید و خودم درس داشتم. اگر میرسیدم نمیتونستم رفته، چون که من وقتی که درس داشته باشم همه کار دنیا رو میپرتیم. در روز شنبه روزی مثلا دانشجو است. بله. من جدا کردگی هستم برای دانشجو. در رسانه های تاجیکستان امروز یک سخنرانی شما سیف الله سفرف نشر شده است که شما در آن تلویزیون روسیه و ولادیمیر ژیرینوفسکی را معاون رئیس دومای دولتی و رئیس حزب لیبرال دموکراتی روسیه را شدیداً تنقید کرده اید که آنها به خود اجازت دادند جمهوری را و رهبر جمهوری را تنقید کنند، ولی فکر نمی کنید که دیر شد؟ 1 ماه تقریبا گذشته است و ضمناً وقتی که همین حادثه روی داد در 19 و یا 18 اپریل بود، وابسته به اینکه در کدام کشور آن را تماشا کردند، حزب نهضت اسلامی یکی از اولین ها بود که به دفاع از پرزیدنت و دفاع از جمهوری خست و ژیرینوفسکی را و همون برنامه تلویزیونی روسیه را شدیداً تنقید کرد. اینجا بینید، اولا که در همون وقت من در تاجیکستان نبودم، چون آمدم الکی دیر شده بود. این جواب من به ژیرینوفسکی تنها نبود. این جواب من اصلا به گفته های جناب بوریس شمیلیوف، راهبر اینستیتوت تحقیقات سیاسی روسیه بود، که همگی 1 روز پیش همون بیگوی همون سحر که دیروز اگر باشد پریروز یعنی گفت که تاجیکستان دولتی ناکام است. من با این جواب دادم، در قطار این نامبر کردم که رسانه های روسی در مقابل تاجیکستان بسیار اندیشه های بی اساس و پیپویه زیاد میگویند و این مناسبت های ما رو داغدار میکنند. از طرف دیگر من تاکید نمودم که مناسبت های بین رهبریت تاجیکستان و رهبریت روسیه خوب است. مناسبت های بین دولتی هیچ کمبودی ندارند، ولی رسانه هایی هست که ژولتا پرس میگن، همون ژولتا پرس کانال اول تلویزیون روسیه ارتر پلانیت اگر غلط نکنم. بله. مثلا ارگومنت فکت همون چیزی که بوریس شمیلیوف گفت در ارگومنت فکت چاپ شدم که اینم ژولتا پرس گفتن نمیشه، که در مجموع گفتم که خیلی گپای پست و بلند میگن، اوتکاهای خیلی زیاد میگن، دروغهای زیاد میپراکنن و این یک تاش همین بود که گویا که ارمیای خطای زمین های تاجیکستان رو گرفته باشد و گویا که ما زمین ها رو در عوض قرض داده باشیم. دیگرش این بود که گویا ما
аскарҳои русияро гуфта бошем ки биёед баред раведу амрикоиҳоро ба ҷои онҳо даъват карда бошем. ман ба ин ангезаҳо ҷавоб додам ва дар баробари ин онҳошам номбар кардам ки ин уткаҳои шумо аз ҳад зиёд шуда истодааст ва онҳоро вақти он аст ки шашлик кунеду хӯред. дар ҳамин ҳолат ҳатто ҳизби наҳзати исломӣ ҳам ки мухолифи ҳукумат аст, аз нуқтаи назари давлатӣ, аз нуқтаи назари ҳифзи истиқлол ва соҳибихтиёрии ҷумҳурӣ гӯем ваҳдати назар буд. ҳам ҳизби давлатӣ, ҳам ҳизби тарафдори ҳукумат, ҳам ҳизбҳои мухолифи ҳукумат дар масъалаи ҳамла ба Тоҷикистон дар расонаҳои хабарии Русия аз як мавқеъ, аз мавқеи ваҳдат дифоъ карданд. яъне ҳамин як падидаи тақвияти давлатдории тоҷикон метавонад бошад. бале, бисёр хуб гуфтед. ман шахсан аз ҷаноби Кабирӣ, аз ҳамаи онҳое ки дар ин масъала ягонагии миллии моро нишон медиҳанд, давлату миллии мо ва истиқлолияти давлатии моро ҳифз мекунанд, миннатдорӣ мекунам ва на танҳо аз инҷо, балки рӯзи шанбе дар байни ҷавононам як лексия доштам. онҷо қариб 150 нафар ҷавонон ҳукумати шаҳр ҷамъ карда буд. дар онҷо ман Муҳиддин Кабирро ба сифати мисол овардам ки гарчанде ки Муҳиддин Кабирӣ раиси ҳизби оппозитсионии Тоҷикистон аст ва тамоми дунё инро медонад, вале вақте ки ба президенти кишвари мо иҳонат шуд, як гапи пасту баланд гуфта шуд, дар ин ҳолат ӯ ҳамчун шаҳрванди Тоҷикистон, ҳамчун як сиёсатмадори Тоҷикистон, ҳамчун як вакили мардумии Тоҷикистон баромад карда хеле мавқеи дуруст ва мантиқӣ дошт. мо чунин мавқеъҳоро ҳама вақт дастгирӣ мекунем ва инро ҳамчун нишонаи ваҳдати миллии мо, ҳамчун нишонаи чӣ мегӯянд ҳамун пухтагии сиёсии сиёсатмадорони мо баҳо мекунем. خب من علاوه دارم به رسای برادر سیفالله سفرов و در رابطه با اینکه حزب نهضت اسلامی توجیکستان در رابطه با استقلال و تمامیت ارضی و منافع ملی همیشه پیش دست است. این جای بحث نیست و در همه حالتها در وقت‌های اخیر و در گذشته هم حزب نهضت اسلامی توجیکستان یک چنین موقع را داشت. ما منفعت‌های منافع ملی را بالاتر از منافع گروهی، شخصی و حزبی خودمان می‌دانیم و در این اواخر که تبریک شما یادآور شده در رابطه با گفتگوزارهایی که از طرف ژیرینوفسکی و دیگر سیاستمداران از طرف کانال‌های رسمی دولتی روسیه علیه توجیکستان صدا داد، ما موضع‌گیری و موقع‌گیری خودمان را به طور مشخص اظهار داشتیم و حکومت جمهوری توجیکستان هم مناسبتش با آنهایی که از حکومت کشورهای غیر نسبت به توجیکستان طعن و لعن میرسانند و مردم ما را به گمراهی میکشانند یا میخواهند که علیه حکومت و دولتداری توجیکستان به پا خیزانند، فکر میکنم که بدون کدام تأخیر باید حکومت توجیکستان اقدام کند و از همه مهم باید وحدت ملی را در داخل به بار آورد، چون امروز در داخل وحدت ملی ما چندان مستحکم نیست. و در ادامه همین موضوع باز روز چهارشنبه وکیلان مردمی قرقیزستان یک قرار قبول نموده ولادیمیر ژیرینوفسکی را از حق ورود به قلمرو قرقیزستان محروم کردند. آیا فکر نمی کنید که تاجیکستان هم باید یک نوع افرادی را که در بیرون از آن در داخل یا گویم سیاستمداران خارجی را که به صاحب استقلالی و به جمهوری اهانت میکنند از حق ورود به مثل همسایه های قرقیز ما محروم کند؟ خب من شخصا اگر شروع کنم، من جانبدار یک چنین اقدام هستم، ولی حکومت ما و مجلس نمایندگان ما که عبارت اکثر از یک حزب هستند، حزب خلق دموکراتی توجیکستان، جرأت یک چنین کار کردن را ندارند. من در این مسئله البته طرفدار آن هستم که وکیلان پارلمان تاجیکستان با غیرت‌تر و هوشیارتر باشند، لیکن در اینجا یک مسئله دیگر است که ما و قرقیزها یک نمودی مانند به هم اونقدر نیستیم، گرچند آنها جیانهای ما هم باشند. اینجا مسئله آن است که ما باید دوراندیشتر باشیم و اندیشه کنیم اگر چنین چیزی لازم باشد میتواند که مثلا نمایندگان حزب شما که در پارلمان هستند اونها برای خودشان یک کپیتال سیاسی گیرند، اونها پیشنهاد کنند مادامی که دیگرها نمیکنند چرا شما نکردید، چرا که شما خودتان رو همچون یک حمایتگرانی اگر منفعت‌های ملی دانید با غیرت دانید چرا خودتان نکردید
اگر شما در پارلمان نمی داشتید وکیل، در این حالت البته من با شما راضی میشدم. خب لیکن آدمی که دارید چرا این کارو نکردید و امروز با من در این موضوع بحث ببینید هر کار مثبتی که وکیلان مجلس نمایندگان از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تا به امروز پیشنهاد کرده است، اگر اون از طرف حکومت صدا ندهد در مجلس نمایندگان مورد قبول نیست. ولی در مورد ژیرینوفسکی ما دفعتاً صدا بلند کردیم و رئیس حزب از اون اظهار نظر هم کرد و زیدن گفت مرا مخالفت خیش را هم از نام حزب و همچون وکیل مجلس نمایندگان ابراز داشت. تشکر. محمد علی عزیز اگر نکردید قائل شوید که نکردیم، خیلی تمام مسئله همین قطعی خلاص انجام دادیم. باید میکردید همین کار، نتونستید دیر شد، تمام گذشت رفت. تشکر از همصحبت های امروزه ما از محمد علی حیید، معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و استاد سیف الله سفرов، معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان.